سلام عشقای داداش تایفوس، چطورین لنگرای کالاف؟ امروز هم اومدیم با یه آموزش دیگه. البته اینا آموزش کلیک بیت نیست، آموزش میذارم که میبینم اکثر پلیرها، اکثر بچه ها توی گلد کردن همه گانا، مخصوصا یه گانای گفلی هستش که خیلی سخته، به سختی میتونید گلدشون کنید، کمکتون کنم که شما بتونید داماس رو باز کنید. البته خودم هم هنوز باز نکردم، ولی برای گلد کردن همه گانا وقت زیادی لازمه، ولی یه حرکات مخصوصی هست که شما اگه وقت داشته باشی خیلی راحت میتونی همه گانات رو گلد کنی. منم آموزش های اون گانای خیلی سخت و گفل رو واسهتون میذارم که بتونید خیلی راحت همشو گلد کنید. امروز هم اومدم که آموزش گلد کردن گان NA45 رو بهتون بگم، پس تا آخر ویدیو با ما همراه باش. خب لنگرهای کالاف، اول یه سابسکرایب به ما عنایت بفرما، بعد لایک و کامنتاتون رو بذارین که بتونیم انرژی بگیریم و بفهمیم چه آموزشایی رو باید بذاریم. خب ما اینجا سعی میکنیم، تلاش میکنیم، چون مولتیمون خوب نیست، یه گان NA45 انتخاب میکنیم، بعد یه اتچمنت مزخرف که خودمونم بلد نیستیم بچینیم میذاریم، ولی سعی کنید برای اتچمنت چیدن NA45 که قراره باهاش لانگ شات بزنیم، حرکت قفل لانگ شات رو باهاش بزنیم، شما عرضم به خدمتون رنج واسهتون خیلی باید مهم باشه، مخصوصا برل یا مازل. اصلا چیز امریشن واسهتون مهم نیست، ولی رنجشون رو باید زیاد کنین. که زدن لانگ شات NA45 شما دو تا تیر رو با هم میزنی به طرف، میبینی لانگ شات اصلا حساب نمیشه واسط. خب و من تو ادامه ویدیو بهتون عملی نشون میدم که چرا حساب نمیشه و این نمیدونم حرکت خود کالافه که خیلی از بچه ها توش گیر کردن، یعنی خیلی ازم پرسیدن NA45 چجور گل کردی. گفتم که آخر سر بذارم بچه ها بتونن استفاده کنن و شما هم دامست رو باز کن، بریم که ببینیم چجوریه. ولی توی مپ کراسفایر و هارد پوینت این کار رو انجام میدیم. خب اینجا رو نگاه، من سعی میکنم با 2 تا تیر لانگ شات بزنم، نگاه حساب نمیشه، ولی اینجا رو نگاه، شما باید هد طرف رو با 1 تیر بزنی و لانگ شاتتون حساب بشه. لانگ هد باید بزنی، اینجا ببین لانگ شات حساب میشه. باید توی این چیزه با NA45 لانگ هد بزنی. امیدوارم که بتونید بزنید، ولی خیلی سخته. خب رسیدیم به آخر ویدیو، بچه ها مواظبت کنید از خودتون، دوستتون دارم.